داستان در یک عصر بارانی در سال 1971 شروع میشه. جایی که یک مرد ناشناس، آرام و بی هیچ عجله‌ای وارد فرودگاه پورتلند شد. مردی با کت مشکی، کیف چرمی کوچک و چهره‌ای که هیچ احساسی رو لو نمیداد. او بلیتش رو گرفت و نامی که روی آن نوشته شده بود بعدها تبدیل شد به یک افسانه. دان کوپر. کوپر روی صندلی 18C نشست. کمربندش را بست، سیگار روشن کرد و به آرامی نوشیدنی سفارش داد. هیچ حرف اضافه‌ای نزد. اما یک نکته او را متفاوت می کرد. این مرد عجیب انگار که دقیقاً می دانست چه کاری باید انجام دهد. و لحظه‌ای بعد این آرامش فرو می‌ریزد. کوپر یادداشتی در دست می‌گیرد و کاملاً آرام آن را به مهماندار می‌دهد. یادداشتی که تاریخ را تغییر داد. در یادداشت نوشته شده بود: خانم، من یک بم دارم. اما عجیب اینجا بود، نه برافروخته شد، نه تهدید کرد، نه خشونت نشان داد. او فقط لبخند زد. خدمه با کاپیتان ارتباط گرفتند. هیچ کس نمیدانست باید بترسد یا فقط تعجب کند. کوپر با لحنی آرام گفت چه می‌خواهد. $200,000 پول نقد، 4 چتر نجات، بدون هیچ حرکت ناگهانی. این درخواست عجیب بود. چرا 4 چتر؟ آیا می‌خواست کسی را همراه خود مجبور به پریدن کند؟ آیا می‌خواست پلیس را گیج کند؟ FBI مطمئن نبود. ولی اوضاع آنقدر حساس بود که مجبور شدند هر چه خواسته را تهیه کنند. هواپیما در سیاتل فرود آمد. کوپر اجازه داد مسافران یکی یکی پیاده شوند. بدون تهدید، بدون فریاد، بدون هیچ خشونتی. این رفتار بیش از حد حساب شده بود. پس از تحویل پول و چترها، کوپر دستور داد دوباره پرواز کنند. این بار به سمت جنوب، با ارتفاعی بسیار پایین‌تر از معمول. انگار که طوفان و باد شدید برای او هیچ اهمیتی نداشت. او در سکوت چترها را بررسی کرد، بندها را کشید، کیف پولها را محکم بست و هر حرکتش با دقتی نظامی انجام می‌شد. نه لرزشی در دست داشت، نه عجله‌ای. این مرد انگار سالها منتظر این لحظه بود. هواپیما وارد ناحیه‌ای شد که حتی خلبانان با تجربه هم از آن اجتناب می‌کردند. باد به شدت می‌کوبید، اما کوپر انگار که تازه آرام شده باشد. او پشت در ایستاد. کیف پولها در دستش بود. خدمه از فاصله نگاهش می‌کردند، بدون آنکه حتی برای 1 ثانیه هیجان را در چهرهش ببینند. و بعد با 1 قدم، فقط 1 قدم، از میان تاریکی فرو رفت، سقوط کرد میان شب طوفانی، سرنوشتی که هیچ کس هرگز شاهد آن نبود. صبح روز بعد عملیات گسترده آغاز شد. 10 کیلومتر زمین و جنگل توسط پلیس و ارتش جستجو شد. اما چیزی پیدا نشد. نه چتر، نه رد پا، نه لباس و نه جسد. این پرونده از همون لحظه تبدیل شد به یک سردرد بزرگ برای FBI. چطور ممکن بود مردی بدون سابقه، بدون انگیزه مشخص، با آرامشی عجیب به این شکل ناپدید شود؟ اگر سقوط کرده بود، باید ردی پیدا می شد. اگر زنده مانده بود، باید خطایی می کرد. اما هیچ چیز نبود. انگار کوپر مثل دود از میان درختها عبور کرده باشد. سالهای بعد نظریه‌های عجیب و غریب یکی پس از دیگری مطرح شد. بعضی‌ها می‌گفتند او یک سرباز سابق بوده که مهارت پریدن در هوای طوفانی رو داشته. بعضی‌ها می‌گفتند برنامه‌اش اشتباه شده و هرگز زنده نرسیده. عده‌ای حتی او را قهرمان دانستند. مردی که بدون آسیب زدن به هیچ کس دولت را به چالش کشید و ناپدید شد.
یک شورشی آرام بدون گلوله. امروز پس از ده‌ها تحقیق و صدها مظنون، پرونده دی.بی. کوپر همچنان باز است. تنها هواپیماربایی تاریخ که بدون خشونت انجام شد و تنها مجرمی که بدون هیچ نشانی از جهان محو شد. شاید هرگز نفهمیم چه شد. شاید کوپر همان شب مرده باشد. شاید هم هنوز جایی در این دنیا زندگی می کند. لبخند می زند و از فاصله دور به داستان خودش گوش می دهد. خب پرونده کوپر هیچ وقت بسته نشد و به آرشیو سیاه رفت. اگر خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن پرونده های بعدی کانال رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خود معرفی کنید.